عذاب میکشیم به حد رو بیام و اینی منی میخیر. امینه ترسونوی 59 ساله ساکنی محله کرنایی جماعت دهاتی حیدر عثمان است. او همه روزه برای به نقلیات مسافرکشانی نشستن نزدیک 2 کیلومتر راه را پیاده طی میکند، زیرا از محله آنها تا راه اساسی ماشینگرد راه خیلی دراز است. و میگوید در فصل بهار از سبب گرمی و در زمستان باشد بنابر سردی هوا از پیاده‌گردی خسته و بیمدار می شود. بیشتر به حد وزن بود این راه من حاضر اسفالتاش شروع شدگی شرایط نخ شدگی حاضر کو کلان سال که شدیم ما کو نخلیات ده کار دی کن اینجا بر همین منی آدم فکر روز به شش ببی منی کوچه پوری آدم تا منی سرسویت قطار همه آدم همینجا میبرن منی رحمتی کن آدم بسیار به همه طلبه ها منی یکم خانه به حد عذاب میکشن. قهرمانی گزارش ما امینه ترسونووا حرکت نقلیات مسافرکشانی را در این محله ضرور می‌داند، زیرا اکثر استقامت کنندگان محله کلانسالان بوده برای پیاده تا راه اساسی برآمدن عذاب می‌کشند و میگوید این حالت کودکان بخصوص خوانندگان مکتب را نیز به تشویش آورده است، زیرا تنها از عائله امینه ترسونووا 9 نفر نبیرش مکتب خوان بوده همه روزه تا رسیدن به مکتب 2 کیلومتر راه را طی می‌کنند. در فصل زمستان باشد بنابر کوتاه شدن روز مشکلی ساکنان چان می شود، چون که بعد درس تا به خانه آمدنی کودکان تاریک می شود. مخصوصا از 9 تا نیوان مکتب میرم دیگه تاریک شود کافته میرم برف و بارون شود اگر بابا همون نباشم پیاده زانتیکا گفته تر شده رفته میبین خیلی کمویم نخلا شود که خواهش میکنم همینجا که من شد که بیا. ساکنان محله کرنایی جماعت دهاتی حیدر عثمان میگویند که چند سال پیش نقلیات مسافرکشانی خط سیر 73 در محله فعال گردیده بود، اما از سبب وضعیت ناگوار راهی بین محله و کم بودن استقامت کنندگان فعالیتش را زود قطع کرد. حالا باشد راه پورا منفرش کرده شده، باشندگان محله نیز قریب 1000 خواجگی را تشکیل میدهند. اگر از به کار رفتم موقع پیاده بعضی وقت ساعت کاری های و عذاب میکشن رفت آمد به وقت بچه ها مثال مکتب خصوصی میخواند که همه هم اولا پیاده دویده میبرواده که تاش وقت چگران همین خیلی کن بعد یکم خیلی اینجا گویا که همین محله اثر بود است که یکم بار اینجا میکرد اتوبوس تشکیل شدگیش نه کمکک شده دارو برا وای راه وایران بود جندرا جدا فرسوده بود. رئیس کمیته محله بهارستان یوسف یوسوپوف میگوید که به این کمیته محله در عموم 6 محله داخل می شود. از بین آنها تنها استقامت کنندگان محله کرنایی با نقلیات مسافرکشانی تأمین نیستند. آنها برای حل مشکلاتشان چند سال پیش به عنوان رئیس جماعت حیدر عثمان نیز عریضه کرده بودند. بعدا یک فرصت خط سیر 73 در این محله فعالیتش را آغاز کرد، اما این حالت دیر دوام نیافت، زیرا با سبب‌های نامعلوم ساکنان محله باز از نقلیات مسافرکشانی محروم شد. آمین هفکالون وایکی میراد همین بذاری کلان گیری کدی پنجشنبه میرفته میستاد اگر همون از لبی کانال های همونجا اگر همیشه بیاد همون جماعت پیش برود اگر باغ فردوس که رستنش گم نمیشد کیلومترش گم نمیشد بنزینش راست خودش مول نمیشد فقط خب این طرفانده ویاش نیست مرشوکه نیست طرفی اربابانده های طرفی افغانانده همه جو طرف خلق یا این طرف میبرد یا اون طرف میبرد اگر اینجور شود اگر یک ده همینجور شود همین خلقا تا اپشی شوکم داته میبیانده همین جوه پیاده اولا تا جماعت پیاده میرد برای همین یک ده ضرور همین جوه معلومه. گزارش مذکور در اساس عریضه شکایتی چند نفر استقامت کنندگان محله کرنایی که به عنوان تلویزیون سیمای مستقل یکم وارد گردید پیگیری کرده شد. ما برای روشنی انداختن به این مسئله با معاون رئیس جماعت حیدر عثمان عبدالرزاق غفوروف هم صحبت شدیم و گفت که مسئولان جماعت نیز طرفدار تشکیل خط سیر و حرکت نقلیاتی مسافرکشانی در این محله هستند، زیرا از معمای استقامت کنندگان آگاهند. بنا به اطلاع مسئولین در اساس عریضه رسمی ساکنان با عنوان رئیس جماعت و بخش صنعت نقلیات و انرژتیکی ناحیه باباجان غفوروف مشکلی آنها برطرف کرده می شود، زیرا به عریضه قبلی ساکنان چند سال گذشته است و حالا وضعیت راه و تعداد استقامت کنندگان محله نیز تغییر یافته است. ما این موضوع را پیگیری میکنیم تا ساکنان محله مذکور با نقلیات مسافرکشانی تامین گردند و مشکلی آنها برطرف کرده شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.